این مهم است که تو در زندگی خودت فراموش نکنی بینوایان و مساکین رو، للسائل و المحروم، هم برای انسانی که سائل است و دست دراز میکنه، هم برای آن که محروم است. محروم به کسی میگن که دست دراز نمیکنه. انسان‌هایی هستند که فقیرن، توانایی مالی ندارن، دستشون در زندگی بسیار تنگ است و شرایط زندگیشون سخت است، اما هیچ وقت دست دراز نمیکنن، مناعت طبع دارن. عزت نفس اونها اجازه نمیده که دست دراز بکنن پیش کسانی. الذين احصروا في سبيل الله، کسانی که در راه الله متعال مشغول هستند، اونهایی که در راه دین مشغول به خدمت هستند، به هر نحوی معلم هستند، در تعلیم هستند، اما شرایط زندگی اونها اجازه نمیده که برن دنبال تجارت. اونها لا يسألون الناس الحافا. الله متعال میفهمد با اصرار و پافشاری از کسی چیزی طلب نمی کنن. یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف، انسان ناآگاه و بیخبر از حال او گمان میکنه که این ثروتمند است به خاطر خویشتنداری که او داره و دست دراز نمیکنه. تعریفهم بسیماهم، از روی چهره اونها میشه اونها رو بشناسی. برو بررسی بکن، برو بگرد. محروم به کسی گفته میشه که دست دراز نمیکنه، چون دست دراز نمیکنه از همین کسی که کمک میکرد هم محروم میمانه. یا این محروم معنای دیگر محروم اینه که کسی که محروم است از داشتن یک کار نداره، وظیفه خاصی نداره، فرصت شغلی نداره. دور و بر خودت رو نگاه بکن، همسایگان خودت، دوستان خودت، خانواده خودت، کسی که بیکار است، چند ماه فلانی بیکاره. والذین فی اموالهم حق معلوم، لذا مسلین کسانی که در مالشان حق معلوم، سهم مشخصی هست. این سهم مالکیه، للسائل والمحروم، برای اون انسانی که سائل هست، سوال میکند، محتاجه که سوال میکنه، و همچنین اون انسانی که حیا دارد و سوال نمیکند محروم است. کسی که سوال میکنه بیشتر گیرش میاد، کسی که سوال نمیکند او محرومه، کسی نمیدونه فقیر است. پس الله تعالی اینجا ما را موظف کرده که ما اونها را هم شناسایی بکنیم، خودمون بگردیم، مردم را تو زندگی مردم بریم ببینیم درآمد داره یا نداره، چی میخوره. این وظیفه هست. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، سائل اون محتاجی را میگویند که مجبور میشه میاد دست بلند میکنه میگه بده به من، سوال میکنه. محروم اون محتاجی را میگویند، اون نیازمندی را میگویند که اون روش نمیشه، استغنا بهش اجازه نمیده، عزت نفس اجازه نمیده، اما نان شب نداره، محروم است. لذا وظیفه کسی که مال داره تنها این نیست که کسی دم مغازش آمد، دم خونش آمد، کارخانهش اومد، دفترش اومد، به اون فقط بده. اون یک بخش است، 50% هست. 50% دیگری که برای محرومین حقی قائل هست، برای نیازمندان حقی قائل است، خودش بره دنبال کنه، ببینه که اطراف من چی میگذرد. و ما تنفقوا من خیر، آنچه که شما خرج میکنید از خیر، یوفى الیکم، برمیگردد، کامل داده میشوید شما، برمیگردد، وفا میشه به سوی شما، یعنی کاملا به شما برمیگردد. فی القیامه، پایینش می‌نویسید در قیامت کامل اجرت را پس میگیری. و انتم لا تظلمون، بر شما ظلم نمیشود، یعنی لا یمنع ثواب ما انفقتم، ثواب آنچه که شما خرج کردید از شما جلوگیری نمیشه، به شما داده میشه. پس به اینها خرج بکنید و دیگه مستحقین زکات را و مستحقین خرج کردن را الله بیان میفرماید. للفقراء، خرج کنید برای فقراء. کدوم فقراء؟ الذين احصروا في سبيل الله، کسانی که در راه الله محصر شدند، بند شدند، یعنی خودشون را بند کردند در راه الله. لا يستطيعون ضربا في الارض، نمی توانند ضرب یعنی سفرهای تجارتی را میگند، تجارت بکنند در زمین، سفر تجارتی داشته باشند. چرا؟ چون خودش را برای راه خدا وقف کرده.
اگه بره سفر تجاری، اگه بره نمیدونم تهران و اصفهان، پس دین کی بخواند یاد بگیرد، علم کی بخواند، تفسیر قرآن کی بخواند، حدیث رسول الله کی بخواند. لذا این خودش را وقف کرده که دین یاد بگیرد. ببینید از این اشارات میفهمید که مصداق چه کسانی هستند. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، برای فقرا، آنانی که محصر شدند، بند شدند در راه الله، لا يستطيعون ضربا في الارض. بنده همیشه عرض میکنم که امروز مصداق اینها اهل علم، طلاب و علمایی هستند که در مدارس خودشون را محصور کردند. اینها هم میتوانند بازارها برند، به زعم خودشان، به گمان خودشان از بقیه مردم در زرنگی چیزی کم ندارند. اینا هم بلد هستند که برند این طرف اون طرف شهرها کار بکنند، تجارت بکنند، ولی میگن اگر ما بریم که این کارهای دینی را بکنه. لذا به همون قلیل قناعت کردند و میگویند که به هر حال ما هرچی باشد ولی نمیریم به طرف بازار، به طرف تجارت، به طرف کسب و کار. اون وقت علم ضایع میشه، دین ضایع میشه. بهترین مستحقان اینها هستند. حضرت مولانا قمرالدین رحمت الله علیه یک زمانی همینجا در مراسم ختم بخاری در همین مسجد صحبت میکرد، خطاب به مردم فرمود که میخواهید اولیاء را به شما نشان بدم، گرچه خب هر کسی از ما خودمون را میدونیم که ما چه صفاتی داریم، ولی اونهایی که ایشون میفرمودند منظور همون مخلصین هستند، اونهایی که واقعا خودشون را برای علم وقف کردن و هیچ چیزی دیگه نمیاندیشن. به مردم گفتند اولیاء خدا امروزه همین طلابی هستند و مدرسینی هستند که میبینند تمام زرق و برق دنیا را میبینند، تمام زیبایی های دنیا را میبینند، ولی چشم بستند و اینجا به خاطر علم، به خاطر دین، به خاطر قرآن به اون سمت و سو نمی روند، به طرف تجملات نمی روند، به طرف زیبایی ها نمی روند، به طرف کسب و کار نمی روند، چون که اگر بروند دین خدا چی میشه؟ لذا ایشون تعبیرش این بود. لذا مصداق این آیه هم همین طلاب هستند، هم همین علمایی که خودشون را وقف کردن برای دین، نمیرن مثل بقیه مردم. پیش خودت فکر بکن از کجا در میاره، درآمدش رو چیکار میکنه، خانواده خودش رو چطور میگذرونه، چطور تامین میکنه. کمک بکن. تویی که دستت میرسه، امروز فردا نوبت تو خواهد بود. امروز برو و کمک بکن، برو ازشون خبر بگیر، برو بهشون رسیدگی بکن. للسائل والمحروم، محروم حق داره بر جامعه اسلامی. کسی که کار نداره، کسی که مشکلات داره در زندگی، کسی که فرصت شغلی نداره، کسی که فرصت پیدا نمیکنه تا بره درآمدی داشته باشه، شرایط زندگی، شرایط جامعه اجازه نمیده، بازار، وضعیت بازار فراهم نیست، اینها رو باید در مال خودت برای اونها سهمیه داشته باشی. نگو که من ثروت ندارم، منتظر نباش تا ثروتمندان این کارو بکنن. تو به اندازه خودت میتونی به او کمک بکنی، ولو اینکه هر چقدر کم باشه، ولو اینکه یک وعده غذایی باشه، ولو اینکه یک تیکه لباسی باشه برای فرزندانش، ولو اینکه کاغذ و قلمی باشه، ولو اینکه یک نان خشکی باشه که ببری دم در خانه‌اش تحویلش بدی. للسائل والمحروم، فراموش نکن که الله متعال میفرماید اینها رستگارانند. این صفاتی رو که اینجا الله متعال ذکر میکنه در آخر میفرماید اینها در جنت مکرمن، مورد احترامن. اگر میخوای در جنت مورد احترام باشی باید این گونه باشی. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، کسانی که در مالهای اونها حقی است مشخص برای فقیرها و برای کسانی که محرومن از کار.